سلام دوستان. عطر الین زنونه یه عطر فوق‌العاده پربازخورد و پرطرفدار، یه رایحه گرم گلی چوبی داره که فوق‌العاده مرموز و خاصه. به به. شروع رایحه‌اش با نوت یاس هندیه که فوق‌العاده وسوسه انگیزه و با گذشت اندک زمانی روایح چوبی میاد جاشو میگیره. این عطر واقعا خوشبو و محبوبه. حتی خیلی از آقایون عاشق این عطر هستن. یه حالت آرامش بخش انگار داره، اغواگره. خیلی ساله که من این عطر رو میفروشم. اون عطر بنفشه بود، کتابی سکریفایس از برند اجمل، اسانس همین الین بود. اون مشتریای خیلی زیاد داشت. من خیلی تعداد زیادی از اون طی سالیان متمادی فروختم و حتی خیلی از آقایون از من میخریدم. جزء اون دسته عطرای الین که فکر میکنم هیچ وقت کهنه و قدیمی نشه و جزء عطرای موندگار زنونه باشه. من اسانس 100 میلشو، یعنی عطر 100 میل با اسانس کیفیت بسیار بالاشو براتون تهیه و آماده کردم. پخش و موندگاری بسیار بالا و عطر 4 فصلیه.